لگیت آبیشو بررسی کردم، مونده سفیدش. بزن بریم ببینیم چی تو چند تاش داره. لیتس گو. این ویدیو صرفاً یک آنباکس، آنالیز و تست از سیگارهای مختلف است. هیچ کدام از اعمال انجام شده در این ویدیو تبلیغ، تشویق و توصیه نمی‌شود. سیگار برای سلامتی ضرر دارد و به افراد زیر 18 سال توصیه نمی‌شود. درود بر همه استکام افسری عزیز. پس از مدت‌ها دوباره اومدم که سیگار آنباکس کنیم با یه ویدیو جدید و یه سیگار جدید و یه آنباکس جدید. قبل از اینکه بریم ویدیو رو شروع کنیم و آنباکس کنیم لگیت سفیدو، من دارم نفس میزنم. یه مدتی که دو تا چنل دیگه هم زدم، یه چنل کبریت، یه چنل کمپ تو طبیعته که توی چنل گذاشتم، یه پست گذاشتم، گفتم برید ویدیو رو ببینید، دوست داشتین سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت. درگیر اونا بودم، یکی دو هفته بود و نمیتونستم اینجا زیاد ویدیو بذارم. به خاطر همین میگم که اگر دوست دارین لینکاشو این پایین دیسکریپشن میذارم، بالا میذارم، اگه خواستین بریم ببینید. دمتون گرم. اگر یه رفاقتی بین ما هست، یه دوستی یا هر چیز دیگه ای که هستش، لطف کنید اون چنل ها رو هم ساب بزنید، لایک کنید، کامنت بذارید. چنل های خوبیه، با کیفیت، چیزای جالبی میذارم اونجا. اگر خوشتون میاد، اگر دوست دارید، برید اونا رو هم لایک کنید و سابسکرایب کنید، حتما بذارید اون چنل هم بیاد بالا. این چنل هم که هستش، با هم دیگه میریم جلو. چنل کبریت فعلا آماده نیست، ولی چنل کمپ تو طبیعت و غذا پختن و توی مارسال من یه کمپ کردم، اون هستش، حتما اونو برید ببینید، خیلی سوپره و لینکشو میذارم. دمتون گرم. لیتس گو، بزن بریم واسه سیگار. لگیت آبی رو من آنباکس کردم، الان لگیت سفید رو داریم. لگیت سفید نسبت به لگیت آبی لایت تره. یعنی چی؟ یعنی یکم سبکتره، یکم نرمتره نسبت به لگیت آبی. بعدش قرمزی، بعدش سیاهه که اونا رو هم دونه بدونه آنباکس میکنم. فعلا بریم رو سفیده. ببینید که بسته‌بندیش چجوریه. سفید کاملا خیلی شیکه، لامستبلید، خیلی شیکه. For real men who can achieve and sustain victory. برای مردان واقعی که میتونن موفقیت رو به دست بیارن. شعار جالبی که روی سیگار هستش. این بسته‌بندیشه، توی آمریکا تولید میشه و به صورت قاچاق وارد ایران میشه. نیکوتین 2، قطران 2، خیلی سبک نسبت به اون یکی ها، خیلی سبک. این از این. یه کاور نایلونی مثل همه سیگارا. بزن بریم. چقدر سخت باز شدیم. این از این. و عذرخواهی میکنم، حدسه کردم. این هم کاور کارتونیشو، این هم کاور چسبیش که با چسب دوباره و جلوگیری میکنه از خشک شدن سیگار. فیلتر قرمز و به این شکل بمونه اینجا. اینجوری مثل لگیت آبیه. بسته‌بندیش و اینا بسیار نرم و بسیار خوشبو، این لواشک بوش، فیلتر قرمز و از این حرفا. آنباکسش کنیم، داخلش ببینیم که چی. خیلی نرمه بچه ها، اصلا باورتون نمیشه بگم چقدر نرمه. رطوبت داره در حد لیگ عربستان سعودی. ببینید اصلا چسبیده به هم، اینقدر که این رطوبت داره و نرمه. متشکل از توتون مربعی و رشته‌ای. خیلی نرمه بچه ها، خیلی 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 نرمه. تا حالا اولین سیگاریه که من بهش دست دادم و اینقدر مرطوب بود. بکشیم ببینیم که چند مرده حلاج. این هست. کامدهیش یکم ضعیفه. بچه
اینو بهتون بگم که به قدری مرطوبه که روشن کردنش خیلی سخته، چون خیسه کاملا دیگه. و همطور کامگیریش خیلی سخته بچه هاشن. اصلا این سیگارو، یعنی اولین سیگاریه که واقعا من ببینم اینجوریه، خیلی مرطوبه و اصلا روشن نمیشه. من 3 کام سنگین گرفتم و ببینید 20 تا کام دیگه مونده هنوز. بوش بچه همون بوی لگیت آبیه، شاید بگم از اون یکم بیشتره، نسبت به لگیت آبی یکم بیشتره. کام دهش خیلی ضعیفه، یعنی باید پدر خودتو در بیاری، کام بگیری تا یکم کام بده. حالا نمیدونم به خاطر تراکمشه، به خاطر چیه، حتما تو کامنت ها بهم بگین که به خاطر چیه که اینجوری سخت داره کام میده. ولی کام دهش خیلی سخته، گونه های آدم کاملا میچسبه به هم و خیلی نرمه، ولی خیلی نرمه، اصلا انگار هیچی نمیکشی. اینه چیزه، من استاد صدا چی میگم، استاد صدا میگفت که خودش چی میکشید، یه سیگاری بود به نام نورمن آره فکر کنم نورمن بود که اصلا هیچی نبود دیگه، کاملا یعنی ناپولی 1 بود و هوا میکشید. نورمن هم یه روز آنباکس میکنم، ولی این اصلا هیچی نداره، این کاملا آروم میره بیرون، آروم میاد داخل و هیچ تلخی نداره، هیچ گلوزدگی نداره، کاملا یه سیگار لایتیه. همونطور که بهتون گفتم نسبت به لگیت آبی سبکتره. من حالا یه چیزی به خصوص بگم، من لگیت قرمز هم کشیدم، لگیت مشکی هم کشیدم. خب اون مثلا لگیت قرمز 9 فکر کنم، 9 یا 8 دقیقه نمیدونم نیکوتین قطران، ولی به اون خصوص سنگین نیست مثلا وینستون مثلا قرمز، مثل اون مثلا خیلی سنگین نیست. ولی مشکی هم همینطور، مشکی هم خیلی سنگین نیست، نیکوتین قدرانش بالاست ولی خب سنگین نیست اونجوری که آدم مثلا سرش اینو گیج بره یا مثلا نمیدونم نسبت به وینستون قرمز زیاد سنگین نیست. حالا نمیدونم به خاطر دوز منه که رفته بالا یا به خاطر اینکه عادت کردم، حالا هر چی هستش به نظرم اونقدری که مثلا نیکوتین و قطران بالاست 10 9 8 اونقدر سنگین نیستش، مثل بهمن. چرا دیدین آدم از تازه سیگار میکشه یه سیگار دیگر رو نمیتونه بکشه، مثلا از نسخی که میفتی یه سیگار دیگه کشیدن یعنی پشت بندش یکم برات یه جوری میشه، بد میشه، اصلا نمیتونی بکشی. من تازه سیگارم خاموش کردم، سیگارم جمل آبیه، نه جمل آبی رو تازه کشیدم خاموش کردم، الان اومدم ویدیو رو گرفتم. خاطر همون الان این پدر منم در برده لامصب، اصلا تمامم نمیشه، خیلی هم چیز بد کام میده که یعنی به سختی کام میده و الان پدرم داره در میبره. خب تا آخر میخوام بکشم واسهتون رو ببینیم که چی به چیه. آقا ببینید اینجا چی دارم، سیگار 520 هم میخوام واسهتون آنباکس کنم که حتما این ویدیو رو ببینید، زنگوله رو بزنید که وقتی که این ویدیو رو گذاشتم 520 رو سریع بتونید نگاهش کنید. اینا سیگارهای جاریان اکثرا دخترها میکشن، دخترای پیج، دخترای چنل حتما زنگوله رو بزنید و پسرای چنل هم حتما زنگوله رو بزنید که بفرستید واسه یه دوست دختراتون. این از این بس، ویدیوی بعدی شد 520. در کل بخوام بگم سیگار لگیت سفید، البته سیگار لگیت سفید واسه اون کسایی که تازه شروع کردن، واسه اون کسایی که خیلی 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 دوزشون پایینه و میخوان یه چیزی بکشن که خیلی نرم باشه و زیاد اذیتشون نکنه، مناسبه، میتونن اونا مثلا از این استفاده کنن. هرچند که سیگار کاملا یه چیز زیان آوره و من اصلا توصیه نمیکنم که بکشید، ولی خب اینجوری
خیلی نرمه و اون کسایی که میخوان یه چیز نرم بکشن جالبه، این میتونه خوب باشه واسهشون. اگه سیگار کلوف میخوان، سیگارهای نرم نازک هم داریم مثل ناپولی که خیلی سریع تموم میشه، اصلا در مورد از نسخی نمیندازه. مثلا نسخ بشید ناپولی بکشیم، من خودم نسخیمو برطرف نمیکنم. ولی خب این مثلا یه چیزی که خب هم طولانی، اصلا کلا لگیت خیلی دیر تموم میشه، خیلی دیر تموم میشه نسبت به سیگارهای دیگه مثل وینستون اینا. و به خاطر همون اگه میخواین مثلا یه چیزی که سیگار لایت بکشین و سیگار نرم بکشین و کلوف باشه و دیر تموم بشه و قیمتش هم مناسب، تقریبا مناسبه دیگه. حالا از وینستون یکم گرونتره، وینستون اولترا و لایت، ولی خب دیگه اون کسایی که تازه شروع کردن میتونن از این استفاده کنن. بکنم الان 10مین کام باشه، 12 اینا، 2-3 کام دیگه مونده هنوز و همین. وقت ویدیو رو دیگه زیادی نگیریم و دمتون گرم که تا اینجا تماشا کردید. آقا دوباره من بگم اون 2 تا چنل رو که دارم میزنم حتما اونها رو حمایت کنید، بیاین بالا با هم دیگه، اینو حمایت کردید دمتون گرم. بفرستید، شیر کنید، زنگوله رو اینا رو بزنید و اون یکی چنل هم که الان لینکش رو توی کپشن میذارم، توی دیسکریپشن میذارم، این بالا میذارم که میاد و میتونید بزنید و برید نگاه کنید، خیلی جالبه و بسیار خرج گذاشتم روش، رفتم ماسال کم کردم و خیلی سوپره، میتونید برید نگاه کنید. دمتون گرم همه سکام اپسیا و تا یه ویدیوی دیگه. البته اینم میگم ویدیوی بعدی هم 520 که از دست اصلا ندید، خیلی سوپره. دمتون گرم، چاکریم، تا یه ویدیوی دیگه، بدرود.